افروجي بودونانا بري بنياتي ولكا مناسباتا بيلواليا ولكا مازن وإن شاء الله ولكا زورا ريكوبيكو مودرن سردا خازا خلق دبر دم سردان جناب سرور بارزانی بو قضا بردارش او دخواز الجناب واکر و سپاسی و سپاس بو جناب واکو توصیه حکومت هرما کردستان کرد که وی دخواز خلقی جیب جیب کرد سپاس بو جناب سروک حکومت هرما کردستان جناب مسرور بارزانی که موافقت کردن و پروژه ها تا احاله کردن من بیره انو که دستخوشی و کمپانیا شانیک کرد و دخواز رد کن فعلا انشاءالله وقت خودا و ان پشت راستش انشاءالله اب پروژه دل بیماهی هد و تمان دم دا از باید کم دهی بو کومکا دیا پروژه خدمت گذاری بچیکت گندا و باشه رو که بچیکت بردراش و گریدای او جمنت امضا کردی بس رو بس بودانانا برای بنیاتی به پروژه عمل دیره حاضر بوی پروژه مد بردوامن و 4 سال در باز بوی سرارای همی و قیرانه تایی و نخوشی کرونای که تختی داجی بر بلاف همیت چیای 106 پروژه دورا قضا بردرش جیب جیب کن و 106 پروژه 66 پروژه تمامیت کفتیت خدمت هولاتیا دا او پروژه مزنج که کفتیت خدمت هولاتیا دا 78 پروژه که کاری دادید انجام داد 16 پروژه جیت کنه و تندری دا انشالله موقعی زور نزدیک بهینه احاله کردن و بردوام جی همی هفته همی چنده کشو پروژه احالت کن بوجه بجی کرنه اف پروژه جی پتر او پروژه نوید سرداخواز خلق دواره راوش گل خلق دواره اداره قضای پشتی راوش گل خلقیت کرده او پروژه که او برجواندی زانی تینه جی بجی کرن اف پروژه تاتی جی بجی کرن تقریبا با نزدیکی 193 میلیارد و تشتکا بوینه پروژه باشد تیده بوی تقریبا ما نزدیکی 194 کیلومتر و 200 متر بس طول جاده تاتی قرار کردن جاده باش جاده و سرداخواز خلقی و شیای خدمت که باش بودگل گند و کمالگه ها بکتن پروژه دیت آوه کهربه مدرسه و خوشبختانه 18 مدرسه راست سالادا مدر بنیاتی دودانای آنجیمه یه زیده کری یعنی مدرسه مازن کری نخوش خانه چاوه خومه دای باش بود کارت دهاتی که انشالله واقعا دیپلمایی هستن سایلو بردرش رویا الحمدلله یا تمام بوی و نو که کارم سرنده که انشالله او جادا نیو برو ما یا منطقه رویا و جادا گریدانا و آکره و انشالله ما که نزدیک کار سرهنده تیته کردن بونده و کبیدت خدمت هاولات یادا و افرو ممکنه ام سردانه هندک پروژه تجی کن قضا بردراش هدی فعلا یا جه خود گریدن مجال کشتو کالی دا و یا بویا قضا ای که رنگ سراست نک سراست عراقی بلکه سراست همی منطقه مثلا بر همینانا پتاتا دا کاری که زور باشه آتیه کرن و هر واسه هندک پروژه دجی هندک پروژه زورت باش هندک کارگهت باش که در همینان مجال پیش سازی نکتنیه کشو کاری و تو قضا بردارش مجال دیداجی هدیه دوری خود بینیدن افرو قرار گل کار بشار مشیره های امده سردانا دو کارگهت زورت مازن جیل داره دا که این کشیانه تقریبا با 810 کسا بس در فتا کاری پیدا بکتن جو بلی فایده به بجنه آبوری و دارایی اشتراز بن انشاءالله پروژه دید بردوام بند راسته قیرانه های قیرانه تینه چه کرن گیرو گرفتید به حکومت هرما کردستان تینه چه کرن بس دیپنامه اوه چند پتر گواشتن سرمه تینه کرن یعنی دیاره هند حکومت هرما کردستان یا سرکفتی تر باید کاری خدا بر هندجی گواشتن پتر شتی بلاو کسی کو حج و پیگ و جیانه و حج
آودانی و پیشکفتن همه عراقی ناکن او کسان را گیرو گرفته بو ما وکو ملت کردستان شرکت